بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این داستان دوم این سوره متعلق با دعوای اول. دعوای این بود که خدا را عبادت کنید که غیر از خدا دیگه معبودی نیست. الله سبحانه و تعالی می فرماید ما هم عاد را، ما به طرف قوم عاد برادر اون عاد هود علیه السلام را ارسلنا. ما قبل در داستان حضرت نوح علیه السلام فرمود ولقد ارسلنا نوحا الی قومه ولقد ارسلنا الی عاد اخاهم هودا. ارسلنا اینجا مقدره، ما فرستادیم به طرف قوم عاد برادر اون عاد هود را. قال فرمود یا قوم اعبدوا الله. حضرت هود علیه السلام فرمود ای قوم من فقط خدا را عبادت کنید. چرا؟ این علت ما لکم من اله غیره، شما معبودی غیر از الله ندارید. قوم فوراً ان انتم الا مفترون، و شما در ادعای عبادت غیر الله و عبادت بتها شما افترا میکنید. شما خودتان ساختید اعتقاد را و این نظریه را و این عبادت غیر الله را. نیستید شما الا مفترون، مگر خود شما میسازید این حرفها را و این عقاید و این اعمال را. و حقیقتا امروز هر کس غیر خدا را میخواند، غیر خدا را مقدس میداند و برای غیر خدا صفاتی بزرگ بیان میکند، این ساخته بشرن. الله تعالی چیزی نگفته. الله تعالی در کلام خودش و پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم به ما هیچ دستوری برای عبادت غیر الله ندارد. یا قوم رب مانه صحت نبوت. ببینی من شما را این همه دعوت و تبلیغ میکنم، من از شما حقوق نمیخوام، من ماموری هستم از جانب رب العالمین و اون رب العالمین هست و اون خالق منه که به من اجر میدهد. پس این دعوت و این تبلیغ و این ارشاد و این همه دلسوزی به خاطر اون ماموریت هست، ورنه من از شما هیچ طمعی و هیچ امیدی ندارم. ای قوم من نمیخواهم از شما بر این دعوت و تبلیغ و ارشاد اجری و مزدی. نیست اجر و مزد من مگر به عهده رب العالمین است. اون رب العالمینی که من خلق کرده، من از عدم به وجود آورده. فطرنی به معنی خلقنی. افلا تعقلون، شما عقل نداری؟ اما از کم با عقل ببینید یک انسان اینقدر دلسوزی دارد، اینقدر ارشاد و دعوت و تبلیغ دارد، او بدون هدف دنیاوی هست. پس این معلوم میشه یک ماموریت بسیار مهم است که من اجراش میکنم. اصول کامیابی را بیان میکند از اینجا. اصول کامیابی اولینه که یا قوم استغفروا ربکم، برای گناهان گذشته خود از کفر و شرک و تمردی که در گذشته دارید آمرزش بخواهید. این اولین رمز پیروزی شما. در آتی هم توبوا الیه، به طرف خدا رجوع کنید. در هر معامله به طرف الله تعالی رجوع کنید و از او بخواهید. الیه، به طرف الله رجوع کنید. یرسل ثمره استغفار و توبه الی الله چیه؟ ارسال میکند آسمان را بر شما پی در پی. هر زمانی که نبی آمده و قومها قبول نکردند، الله سبحانه و تعالی عذابهای مختلف و گوناگونی کوچکی فرستاده، غط باران کرده. چون همیشه یه انسان در همین فکر است که شکمش پر باشد و اقتصادش خوب رو به راه باشد. به این خاطر اینها وقتی که تمرد میکردن، الله تعالی بر اقتصاد اینها ضربه وارد میکرد. پیغمبرم میفرماید ای قوم من شما استغفار بخواهید از رب سبحانه و تعالی و به طرف خدا رجوع کنید. این همیشه برای رفع گرسنگی و برای رفع حاجات استغفار و توبه بسیار مؤثر است. یرسل السماء علیکم مدرارا، ثمره استغفار و توبه اینه که میفرستد الله سبحانه و تعالی آسمان را، یعنی آب آسمان را بر شما مدرارا پی در پی، پشت سر هم. و دیگه چه انعام میکند؟ و یزدکم قوتا، قوت شما را اضافه میکند الی قوتکم، همراه با اون قوت و طاقتی که شما دارید.
قوت شما مضاعف میشه. ولا تتولوا مجرمین، ببینی اعراض نکنید از توحید و ایمان در حالی که شما مجرم باشید، مشرک و کفر کننده باشید با خدا. خلاصه این پندها و ناصحانه را و این پندهای بسیار زیبا را عناد قوم با چه جوابی، سبحان الله، جواب دادن با چه عنادی. قالوا گفتن یا هود ما جئتنا ببینة وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنین. اے هود تو نه آوردی برای ما دلیلی برای نبوت و ما نیستیم ترک دهنده معبودان خود بخاطر سخن تو و بخاطر قول تو. ان سببیه یعنی به سبب سخن تو ما این معبودان را هرگز ول نمی کنیم. و ما نحن لك بمؤمنین، خلاصه این که ما برای تو تصدیق کننده تو نیستیم، حرفهایی که تو میزنی هرگز آنها را قبول نداریم. باقی حماقت اینه، میگه ما فکر میکنیم که معبودانش ما شما را دیوانه کردن، شما الان دیوانه ای، ما هیبت میگیم ما نحن لک بمؤمنین، تو دو مرتبه میه شروع میکنی دعوت را. این دیوانگی را برای تو هر چی ما میگیم برو دنبال کارت و به کار ما کار نداشته باش، تو باز میای دعوت میدی، ما فکر میکنی همون معبودان ما تو را دیوانه کردن، تو حالا عقل نداری. یک انسان را یک مرتبه میگم برو آقا به کار ما کار نداشته باش، تو بار بار میای، ما فکر میکنیم تو را دیوانه کردن، حالا تو دیوانه ای. این نقول ما نمیگیم، حماقت قوم ما نمیگیم الا تراک بعض آلهتنا بسوء، مگر اینکه رسانیده به شما بعضی از معبودان ما سورا، ای جنون و دیوانگی به تو رسانیدن. تراک به معنی اصابک، بعضی از معبودان ما رسانیدن به شما بدی را. لسبک ایاه ابن عباس میگه بسوئن یعنی بجنون، چرا که تو اونها را ناسزا میگی، تو اونها را فحش میگی، تو میگه از دست آنها مگه هم ساخته نیست. صبحات به پیغمبر کجا فحش میگه. قال جواب هود علیه السلام قال انی اشهد الله، من خدا را هم گواه می کنم، من الله را گواه می کنم، و اشهدوا شما هم گواه باشید که انی بریء مما تشرکون، شما هم شاهد باشید که من کاملا اعتقادا عملا بیزار هستم از عبادت آنهایی که شما شریک می کنید با خدا در عبادت غیر از الله. من بیزارم، من الله را شاهد می کنم، شما هم شاهد باشید بر این مطلب که من اعتقادا و عملا بیزارم از عبادت آنهایی که شما شریک میکنید با خدا در عبادت غیر خدا را. لذا برای نابودی من کیدونی، هر مکری که دارید براه بیاندازید، مکر کنید، حیله کنید، جمیعا شما و معبودان شما. همیگید که اعتراک بعض آلهتنا فقیدونی جمیعا، اکنون بعد از این برای نابودی من تدبیر کنید، چاره بسازید، شما و تمام معبودان شما. ثم لا تنظرون، به من هم هیچ مهلت نده. شما و معبودان شما اگر عرضه دارید بر علیه من هر چی که میتوانید انجام بدید و من یک لحظه هم مهلت ندهید. چرا؟ بخاطر اینکه انی توکلت علی الله ربی و ربکم، من اعتماد دارم بر الله که مالک و اختیاردار من است، مالک و اختیاردار شما است. همین سروران گرامی مقام توحید، موحد چه بر پا ریزی زرش، چه شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد بکس، بر این است بنیاد توحید بس. انبیاء در نقطه توحید است. بر علیه من شما و معبود انگه نگفت ما نراک ما ان نقول الا تراک بعض آلهتنا، حضرت را جوش گرفت،
حضرت هود علیه السلام به خشم آمد، اعلان کرد من خدا الله را شاهد میکنم، شما هم شاهد باشید که من از آنهایی که شما با خدا در عبادت شریک میکنید من کاملا بیزارم. شما و آنها همه بر علیه من تدبیر و چاره کنید، من هم مهلت ندهید، حتی حراسی ندارم از شما و از این کبه و جبه شما. من اعتماد کامل بر الله دارم که اختیاردار و مالک نفع و ضرر من هم هست، اختیاردار و مالک نفع و ضرر شما هم هست. رب من اختیاردار، رب من مالک. ما من دابت، هیچ جنبنده در کره خاکی نیست در هیچ جای، الا هو آخذ بناصیتها، مگر الله تعالی گرفته ناصیه او را، یعنی در قبض قدرت خدا. ناصیه قسمت جلوی سر، موهای قسمت جلوی سر را، این قسمت سر را ناصیه میگن. همه در قبض قدرت. چون وقتی کسی دست بر ناصیه باشد، بر موهای پیشانی اینجا بگیرن، یا کاملا او تسخیره، یعنی همه برای خدا مسخرن، هیچ جنبنده ای نیست الا مگر الله تعالی آخذ به ناصیه آن هست، گرفته ناصیه او را، یعنی تحت قدرت خدا هست و خدا بر آن مدیریت دارد. ان ربی علی صراط مستقیم، رب من بر صراط مستقیم هست، یعنی الله سبحانه و تعالی اختیار داره همه چیز. لا نفع ولا ضرر الا باذنه، نفع و ضرر نیست مگر به اذن خدا است. هر نفعی میرسد، هر ضرری میرسد، این به فرمان رب العالمین است. خود رب من بر صراط مستقیم است، یحکم ما یشاء، هر حکمی که بخواهد صادر میکنه. فان تولوا فقد ابلغتكم، اگر شما اعراض کنید بعد از این بیان، استمرار داشته باشید در اعراض، پس جزا محذوفه، من معذورم. چرا؟ که من به شما ابلاغ کردم آنچه را که من فرستاده شدم برای ابلاغ آن به جانب شما. و یستخلف ربی قوما غیرکم، جانشین میکند رب من قومی را غیر شما در این کره خاکی، شما را میبرد و دیگران را میارد سر جا. ولا تضرونه شیئا، و شما هیچ ضرری به خدا نمیتونید وارد کنید، با شرکی که انجام میدید ضرری به خدا هم نمیتونید. ای اشراکی کم از جلاله، شما ضرری بدون الله داده نمیتونید با اینکه با خدا دیگران را شریک کنید. ان ربی علی کل شیء حفیظ، الله تعالی چی میدانه؟ جواب سواله که کی چقدر مجرم فلانه. فرمود ان ربی علی کل شیء حفیظ، رب من بر هر شیء حفاظت کامل داره و اطلاع کامل داره. خلاصه الله تعالی میفرماید شرطی که آن شر به خاطر توبه و استغفار معاف نشده. هود را والذین آمنوا معه، و اون کسانی را که ایمان آورده بودن با هود، با یک رحمت خاصی که از جانب ما برای انبیاء و بندگان خوب هست، و نجات دادیم آنها را از عذاب بسیار غلیظ، نجات دادیم آنها را از عذاب سخت غلیظ. خب الله سبحانه و تعالی حالان اشاره می تلک عاد، این قوم عاد بود، داستانش بیان کردم. جهدوا بآیات ربهم، جرم آنها، سبب عذاب آنها، انکار کرده بودن آیات رب من را، دلائل و احکام رب خود را اینها انکار کرده بودن. و عصوا رسوله، و نافرمانی کرده بودن پیامبران خود را. و در مقابل و تبعوا امر کل جبار عنید، حکم هر جبار سرکش و متمرد و انادی را. سبحان الله. اینها جهدوا به آیات ربهم سبب اول عذاب، و اسیان رسول سبب دوم عذاب، و اطاعت از فرمان هر جبار متکبر و سرکش و متمرد. جباری سرکش متمرد و عنید ضدی و انادی، در برابر اطاعت پیغمبر از جبارها اطاعت کرده بودند. لذا به دنبال آنها کرده شد در این دنیا لعنت، نفرین
و یوم القیامت، روز قیامت هم لعنت به دنبال اینها و اینها را برای همیشه تو جهنم میبرد. الا توجه داشته باشید جهانیان، ان عادا کفروا ربهم، عادی ها انکار رب کردند. انکار رب خود را کردن یعنی انکار عبادت رب را کردن. الا خبردار، بعدا لعاد قوم هود، هلاکت و بربادی هست برای عاد که قوم حضرت هود علیه السلام. این هم قصه سوم متعلق با دعوای اول که بعد از هود علیه السلام صالح را ما هم اعزام کردیم. همین دعوتی که شما میدهید اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، حضرت هود همین دعوت و فرستادیم به طرف قوم ثمود برادران صالح را. مقصد تبلیغ قال یا قوم اعبدوا الله. ببینید همه انبیا یک دعوت، اعبدوا الله، تنها الله را عبادت کنید. چرا؟ ما لکم من اله غیره، غیر از الله دیگه معبودی شما ندارید. ترغیب، حالا پیغمبر ترغیب میده، هو انشاکم من الارض، الله شما را خلق کرده از زمین، ماده بعید شما خاک، و استعمرکم فیها، خدا به شما عمر داده در این زمین. این دومین نعمت بقا، اونجا ایجاد ذات ہے، اینجا بقای ذات ہے. فاستغفروه، لہذا اصول فاز اول تلقین استغفار، آمرزش بخواهید از شرکی که شما انجام دادید، باز رجوع کنید به طرف خدا که من رب من قریب مجیب، الله تعالی خیلی نزدیکه، جواب میدهد برای کسی که استغفار میخواهد و تائب میشود. برای تائبین الله تعالی هم قریبه هم مجیبه. شکوه بر عناد قوم، قوم گفت یا صالح لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا. سبحان الله. حضرت صالح خیلی انسان صالحی بود، هنوز که به نبوت و رسالت نرسیده بود. همه قوم می گفتن همین پسر در میان ما و در میان برای عاد که قوم حضرت هود علیه السلام، هنوز که به نبوت و رسالت نرسیده بود. همه قوم می گفتن همین پسر در میان ما و در میان قوم ما یک روزی لحظا خیلی انسان بزرگی میشه. بسیار امیدها داشتن که صالح بتخانه را خوب رونق میده و آسمان را خوب ترغیب میده. گفتن تو در ما ای صالح تو بودی در میان ما محل امید، مرجوان، تو امیدی بودی برای ما. قبل از این دعوت و تبلیغ تو اکنون ما را جلوگیری میکنی از عبادت آنهایی که آبای ما عبادت کردن، اجداد ما عبادت کردن. تو ما را جلوگیری میکنی از عبادت آنهایی که آبا و اجداد ما عبادت کردن. و اننا لفی شک مما تدعونا، و به تحقیق ما البته در یک شک بسیار بزرگی از اون مسئله توحیدی که تو ما را دعوت میدهی به طرف آن مسئله توحید. شک ما هم مریب است، یعنی بسیار مضطرب، ما را در اضطراب قرار داره، ما را در شک و بیقراری. یعنی شک معمولی نیست، شک مریبه.
یعنی ما را مضطرب کرده و گذاشته، بیقرار و بی آرام کرده. جواب قوم را و عناد آن را حضرت فرمودن قال یا قوم، او قوم من، شما خودتان خبر بدهید اگر من روی یک دلیلی باشم از جانب ربم و به من عنایت کرده باشد از جانب خودش رحمت نبوت را او واحد را و من بیام به طرف شما و شما اون بت‌ها را و اون معبودها را پرستش و نیایش کنم، خود شما بگید فمن ینصرونی من الله ان عصیتم، کیه که من را نصرت کند از عذاب خدا اگر من ان الله را عصیان کنم، ترک دعوت توحید کنم. فما تزیدوننی غیر تخفیر، پس شما اضافه نمی کنید برای من با این مشوره که من بیام به طرف شما غیر از نقصان و غیر از خساره، شما چیزی دیگه برای من اضافه نمی کنید. از حضرت صالح معجزه خواستن، شما را پیغمبر زمانی قبول میکنیم که شما از این سنگ خارا یک شتر آبسته بیرون بیایید. حضرت دعا کردن، سنگ شگا شتر آبسته بیرون آمد. فروا گردن بسیار بزرگ، دست و پاهای بسیار بلند که اصلا پس فرمود یا قوم هادی ناقۃ الله لکم آیتا نشانی، پس بگذارید این ناقه الهی را بخورد در زمین خدا ولا تمسوها، شما مس نکنید این را بسوء فیأخذکم عذاب قریب، میگیرد شما را عذاب بسیار نزدیک. فعقروها نتیجتا این شاعر الهی را و این یادگار را اینها اهانت کردند، دست و پای او را قطع کردند. فقال حضرت فرمودند و کشت او را که شما الان تمتع کنید، خوب صیغه کنید فی دارکم ثلاثه ایام، بهره برداری کنید، بخوابید تا 3 شبانه، بیشتر وقت ندارید. ذالک وعد غیر مکذوب، این وعده ای هست که از خدا تکذیب نشده است، وعده راست و حق غیر مکذوبه. الله تعالی میگه بعد از 3 ایام فلما جاء امرنا، حکم عذاب ما آمد، ما صالح و الذین آمنوا معه را به رحمت خاصه که از جانب ما بود و از رسوایی آن روز. ان ربک هو قوی در عذاب دادن، عزیز در نجات دادن، در عذاب دادن هم قویه و در نجات دادن هم غالبه، دوستان را نجات میدهد و دشمنان را عذاب میدهد. و اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دارهم جاثمین، گرفت آنها را که ظلم کرده بودند صیحه، یک ناره جبرئیل صدای خطرناک، صبح کردن در خانه های خود، جاثمین روی زانوها افتاده و مرده، گویا که آنها سکونت نداشتن در این شهرها. الا خبردار، ان ثمود کفروا ربهم، ثمود عصیان کرده فرمان رب را. الا بعدا لثمود، خبردار، بعد دوری و هلاکت، بعد معنی دوری از رحمت خدا، معنیش هلاکت میکنه، هلاکت هست برای ثمود. این قصه 4 متعلق دعوای ثانی، دعوای ثانی به منزله علت دلیل بود، خدا را عبادت کنید. 3 قصه تقریبا این مطلب بود، شما غیر از خدا معبودی ندارید. چرا؟ الله تعالی غیبدان است، الله تعالی متصرف. حضرت ابراهیم علیه السلام غیبدان نبود، فرشته ها برای مژده آمدند، حضرت فکر کرد اینها دشمنند. نه ابراهیم غیب میدانست، نه فرشتگان غیب میدانستند، فرشتگان نمیدانستند که این همه تکلیف کباب را برای ما ابراهیم تحمل میکنه. ورنه اول فرشته میگفت ما غذا نمیکنیم، برای ما غذا درست نکنیم، ما فرشته. به محضی که این فرشته ها
به منزل حضرت ابراهیم علیه السلام تشریف آوردن به مهمان سرایش. حضرت ابراهیم دیگه سالی از اینها نکرده السلام و آنها سلام داد، حضرت ابراهیم هم سلام داد، فورا رفت که کباب بیاره. ساله چاق را به صورت کباب آورد و آنها نخوردن. نه ساره غیب میدانست، نه ابراهیم علیه السلام غیب میدانست، نه فرشتگاه. پس غیبدان متصرف در دنیا الله تعالی هست و بس. لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى، فرشتگان ما به صورت بشر آمدن پیش ابراهیم برای بشارت فرزند اسحاق. قالوا وقت آمدن گفتن فرشتها سلام سلمنا سلاما علیک. سلام مفعول مطلق هست، سلمنا سلاما علیک فعل محذوف. قال حضرت فرمود سلام علیکم، جمله اسمیه به کار برد که برای دوام استمرار. فما لبث، مکث نکرد حضرت ابراهیم، فوراً آورد گوساله حنیذ کباب شده را. فلما را ایدیهم، وقتی دید دست فرشتگان را که لا تصل الیه، به طرف کباب نمیاد. گاهی اگر یک شخصی غذا را میکشه مطابق میلش نیست، در نمک و در فلفل و در پختن، لحظه اصلا اینها دست نزدن و یک دیگر را هم نگاه کردن. حضرت ابراهیم علیه السلام احساس خوف کرد که اینها دشمنن، اراده سو دارن، نمیخواهند نان و نمک کنند خود. بس وقتی که دید حضرت ابراهیم علیه السلام ایدیهم، دست آنها را لا تصل الیه، به طرف این عجل حنیذ نمیرسد، نکرهم بیگانه و ناآشنا تصور کرد اینها را و اوجس منهم خیفتن، اوجس مخفی کرد از آنها در قلب خودش خوف را، اضمر فی نفسه خوف و آثار خوف بر چهره حضرت ابراهیم ظاهر شد. حضرت فکر کرد اینها من زحمت کشیدن، غذا بی زیبایی آوردم گذاشتم، یک دیگر را نگاه میکنند و لبخند میکنند و دست به غذا نمیزنند، اینها دشمنند، اراده سو دارند بر من. بین خاطر اوجس منهم خیفتن. قالوا فرشتها گفتن لا تخف، نترس، چرا که ما انسان نیستیم. انا ارسلنا الى قوم لوط، که قرآن اندماجه بشارت فرزند دادن. حضرت ارسلت وما خطبكم ایها المرسلون، اون جواب دادن که انا ارسلنا الى قوم لوط. اول که بشارت فرزند دادن، اینجا قرآن اندماج کرده. بعد گفتن که لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. حضرت پرسید فما خطبكم ایها المرسلون، اینا جواب دادن که انا ارسلنا الى قوم لوط. و امرأته قائمه، و زن ابراهیم علیه السلام ایستاده بود برای خدمت. بشقابه های چیزی دیگر هم به دسته که بیارد بگذارد، برنجی دیگر چیزی. وقتی شنید که بشارت فرزند داده و اینها فرشته هستند، حجاب لحظه دیگر از فرشته نمیشه، آمد به محضر فضح کرد. اول خنده آمد حضرت ساره را که سنش بالای و حالا دارای فرزند میشه. فبشرناها به اسحاق، پس ما بشارت دادیم به ساره. خدا میگه به واسطه فرشته، الله تعالی میگه به واسطه فرشته ها بهش بشارت دادیم ما به ساره، به اسحاق و از ورای اسحاق یعقوب. هم بشارت فرزند دادیم، هم بشارت نواسه بسیار بودن. اظهار تعجب کرد ساره. قالت گفت یا ویلتا، عجب واویلا، من پیدا میکنم بچه‌ای حالانکه و انا عجوز، منم پیر ظالم، و آذا بالی شیخا، و این شوهر من پیر مرد است. ان هذا لشیء عجیب، این واقعا چیزی بسیار تعجب آوره. ما پیر ظال و پیر مرد الان تصمیم گوهلین که بگیریم، تازه پیر ظال 90 سالی و ابراهیم 100 سالی، بسیار تعجب آوره. ان هذا لشیء عجیب.
فرشته ها گفتن اتعجبین من امر الله، تعجب داری از حکم خدا، حالان که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت های ویژه الهی و برکات خاص بر شما هستند ای اهل بیت. علیکم جمع آورد اینجا حضرت ابراهیم و ساره، به خاطر که لفظ اهل مذکره. لفظ اهل چیه؟ مذکره. اهل بیت حضرت ابراهیم غیر از ساره دید کسی نیست. ساره اهل بیت ابراهیم است. عایشه و حفصه و امهات المؤمنین اهل بیت پیغمبر نیست. اهل بیت نواسان همینایی که تقریبا 1000 سال بعد پیدا شده اهل بیت پیغمبر، آل پیغمبر، آنها که 24 ساعت در خدمت پیغمبر بودن اونها اهل بیت نیستن. اینا یا دلیل واضح است بر این مطلب که لفظ اهل مذکره علیکم به این خاطر مذکر آورد، ورنه غیر از ساره دیگه کسی که اینجا وجود نداشت. چه؟ نه بابا کی میگه علیکم مبتدا خبره. رحمت الله و برکاته علیکم یا اهل البیت. اهل البیت منصوبه که مناداه ہے. ای اهل بیت ابراهیم، رحمت های الله و برکات خاص الله بر شما باشد. ای اهل بیت ابراهیم انه حمید مجید. الله تعالی حمید مجید است. همینه که در درود ما میخوان اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقتباس از قرآن. بدرستی اللہ تعالی حمید هم شده مهربانی بسیار ستایش شده است، مجید و بزرگ شان عظیمی دارد، هر تصمیمی که بگیرد لحاظ جلوی تصمیم خود کسی جلوگیری نمی کند. از پیرزال و پیرمرد الان تصمیم تولید بچه هست. اول فرشته گفتن این امر خدا هست. جبین تاجبین و صیغه جمع و صیغه واحد مؤنث مخاطب هست. فقط ساره هست، چی نیست. ابراهیم است و ساره. اگر حضرت ابراهیم لشکر و عده می داشت دور و بر، تو چرا خوف برش تاری؟ خوف من یک پیرمرد یک پیرزال، این همه جوانای گردش خلوف و خوشگل و زیبا با چه کیافه نشستن، هر یکی بس ما دوتاره اینا 5-6 تا هست. این خاطر حضرت فرمودن نترس. خلاصه فرشته ها را سوال کرد. فرشته ها گفت ما فرستاده شدیم قوم لوط را زیر و رو کنیم. فلما ذهبان ابراهیم الروح، خوب خیلی از ابراهیم را گرفت. سلام بشار و فرشتگان برای بشارت فرزند آمده بودند. حضرت ابراهیم اینا را دشمن تصور کرد، غیب میدانه. سارام تعجب دارند، غیب دانند، هیچ فکری ندارند، اصلا دیگه در فکر فرزند نشدند. حالا موقع فرزند نیست. الله تعالی رحمت کرد که ساره احسان کرد، هاجره را به ابراهیم عنایت کرد. حضرت ابراهیم دارای فرزندی است، اسماعیل جان 13 سال اسماعیل را، و ساره نیست بیچاره دل هره دارد که من فرزندی ندارم. حقو که من فرزندی دارد من ندارم، همباغ من فرزند دارد من ندارم. الله تعالی به سوره هم فرزند. فلما ذهبان ابراهیم الروح، خوف از حضرت ابراهیم علیه السلام برطرف شد. و جاءته البشرا، بشارت آمد، بشارت آمد و بشرا آمد برای حضرت ابراهیم علیه السلام. یجادلنا فی قوم لوط، با ما فرشتگان درگیر شد درباره قوم لوط. درگیری را تشریح میکنند. گفت شما چطور هلاک میکنید قریه ای را که در آن 100 نفر مؤمن باشد؟ گفت نه. اینقدر مؤمن باشد؟ گفت نه. اینقدر مؤمن باشد؟ گفت نه. گفت در اینجا حضرت لوط هست. گفت ما میدانیم لوط نجات میدیم، باقی همه نافرمانان همه را نابود. و آمد برای حضرت لوط علیه السلام بشارت، یجادلنا فی قوم لوط، درگیر شد با ما درباره قوم لوط.
ان ابراهیم لحلیم، بتحقیق ابراهیم بسیار بردبار بود، اواه آهنال زیاده، منیب الله بود. اواه به معنی رحم کننده، نرم دل، آهنالش بیاد، گفت اینا را حلاک نکنی، فرصت بدی فلان. فرشتان گفتن ابراهیم بیشتر شفاعت نکنی، یا ابراهیم آردن هازا، ابراهیم از سفارش و طلب بخشش برای قوم لوط باز بیا. چرا؟ انه قد جاء امر ربک، بتحقیق آمده حکم قطعی رب تو برای حلاکت اینها. انهم آتیهم عذاب غیر مردود، میاد برای اینها عذابی که اصلا به هیچ عنوان رد کرده نمی شود، عذابی که بازگشتی ندارد. لحظه دیگه سفارش استغفار بیسوده، کم موقع گذشته، حکم قطعی رب صادر شده. اللہ تعالی میگه به ایمان شما ابراهیم با موجودگی شرک برای خود شفیع میدانید. ابراهیم در همین دنیا آه و ناله کرد که قوم لوط تباه نشود. وقت حکم عذاب خدا آمد، آه و ناله و زاری و فریاد ابراهیم هم دردی دوام نکرد. خلاصا خانه لوط از خانه ابراهیم علیه السلام حرکت کردن و به خانه لوط آمدن فوری. این داستان لوط هم متعلق با دعوی ثانی که اللہ تعالی غیبدان متصرف از دیگر کسی نیست. لوط هم پر اشتهارا انسان تصور کرد، اینجا به شکل بچه های خوشگل و بروری رنگ و خوش قیافه آمدن. حضرت لوط خیلی ناراحت شد که قوم این بچه های خوشگل ببینن، بی ایمان ها من در برابر مهمان حاضرین میکنن. مشرک به ایمان خودش که مفترونه نی، انبیاء اولیاء حاضر ناظر غیبدان متصرف کارساز میدانه این پیغمبر عظیم الشان الله. وقتی آمد فرشتگان ما نزد لوط علیه السلام سیء بهم، بسیار مغموم کرده شد به خاطر این فرشتگان. سیء اصلا بسیار مغموم کرده شد حضرت لوط به خاطر آمدن این رسولان ما. چرا؟ که قوم لوطی بود، اینها بچه بسیار خوشگل بودن. وذاق بهم ذرعا، و تنگ شد به سبب آنها سینه حضرت. ذرع این بغل را میگن، قلب انسان وقتی میگیره در ساعت قدرت میاد. قلب حضرت لوط علیه السلام گرفت. قلب لوط علیه السلام استدعا و قال با از غایت تنگدلی گفت هذا یوم عصیب، این روز بسیار سختی هست. چرا؟ پسرهای خوشگلند و قوم مرضه به ادبار پسرها فوراً ببینن حمله میکنن. این روز سخت دیگه نگذاشت. میگه خانمک بدبخت این تدخین کرد. خوب متوجه شدن که الان مهمانی به سرای حضرت لوط آمده، شنان پریدن که گویا کسی اینها را تعقیب میکند. یهرون چیزه مشغوله به خاطر سرعت آمد. بدو وجاءه قومه يهرعون إليه، آمدن پیش لوط قومش در حالی که دوانیده می شدن گوی کسی نارا دنبال بود. یهرعون سیغه مجهول بین خاطر گفت که گوی اینها دوانیده می شدن، یعنی کسی نارا تحقیق می کند برای دویدن. و من قبل از این روز قالو بودن عمل سیئات می کردن. عمل سیئات همون مرض لوطی بودن. قال یا قوم هؤلاء بناتی، اول الالتماس این دختران منن، هن اطهر لكم، اینها پاکیزه ترن برای شما. فاتقوا الله،
از خدا بترسید. سبحان الله. ولا تخزونی فی ضیفی، من نسبت به مهمانان من ذلیل و خوار نکنید. الله ولا تخزونی. مردم انبیا تا این کنن، آه کشتن، دوه کشتن، نمیدانم چی میشه. این مراد از دختران چیه؟ بعضی از دختران خودش میگوید این دختران من برید ببادشون، ولی من نسبت به مهمانهای من ذلیله. و بعضی میگن بناتی مراد همون یک انسان بزرگ دختران محله را همه دختران خود میگه. این همه دختران محله بیچارها ویلن، شما اینا را برید ازدواج کنید به ایمانها، یا به عنوان ارخای الهی انسان کسی را بخواهد تسلیم بکند چیزی تقدیمی. این مطائم میدانست پیغمبر که اینها با دختران کار ندارد، اینها را مرض دیگر گرفته. ولا تخزونی فی ضیفی، من ذلیل و خوار نکنید در برابر مهمانان من. حالا در خانه من شما به جان اینها میافتید. الیس منکم رجل رشید، آیا نیست کسی از شما، آیا نیست از شما یک مرد عاقلی در میان شما نیست که شما جلوگیری کنه؟ حضرت پیغمبر اصلا دستش از قدرت افتاده، ذاک بهم در آمانش همینه. فوراً جواب داد از خدا بترسید، من رسوا نکنید. فوراً گفتم به ایمان لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو میدانی که نیست برای ما در دختران تو حقی، حق قانونی ما با پسران، به ادبار پسرها با دختران ما حق نداریم. قانون ما اجازه نمیده، قانون تصویب شده در ادبار این پسرها هست. و انک لتعلم ما نرید، تو هم میدانی اراده ما را، مقصد ما را میدانی، چرا اینطور میگی؟ دیگه دید که این خلیصه ها اصلا متوجه نشدن. حضرت بسیار ناراض شد، گفت چون حضرت لوط علیه السلام برادرزاده حضرت ابراهیم الهی، این صدومی ها فقط خانمش صدومیه، فامیل دارد پیغمبری که فامیل نداشته و مبعوث شده حضرت لوط هیچ فامیلی ندارد، تنها. ای حضرت فرمود ای کاش برای من در مقابل شما قوتی میدید که خود من قوت میداشت که من تک تک شما را نابود میکنم. چه؟ هر قوم برای چون مبعوث شده بود برای رسالت آنها، گفت کاش که برای من قوتی در مقابل شما میدید، یا من پناه میگرفتم به طرف یک رکن و قبیله سختی، آنها با من همکار میشدن که من دیگه شما را تکه تکه میکردم. بسیار ناراحت شد. این همه جربات جلوی خانه حضرت بود، فرشته داخل خانه اینها حمله میکنه و پیغمبر التماس میکنه و با چادر اینطور حقی گرفته که چشم خلیصان نیفته بود بچه های خوشتیپ و خوشتیاف. فوراً جبرائیل دیگه حالا امتحان سخته، پیغمبر دیگه میگه افسوس. حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل قالوا یا لوط، او لوط ناراحت نباش، انا رسول ربک، ما بشر نیستیم، ما پیام رسان رب تو هستیم، لن یصلوا الیک، هرگز اینها توانایی رسیدن به ضرب شما ندارند، اینا نمیتوانند شما را ضربه بزنن، ما را ضربه بزنن. به دستور میدیم فاسر باهلک بقطع من اللیل،
شب ببر اهل و عیال خود را به قسمتی از شب اینا خوابن تو بردار و برو آنجایی که اللہ تعالی دستور داده ولا یلتفت منکم احد و هیچ احدی متوجه نباشد از شما الا امرأتک اهلت استثناء اهلت مگر زنت اسرب اهلک الا امرأتک چرا انه مصیبها ما اصابهم شان این است میرسد به اون زن آنچه به قوم زن میرسد به این لوطی ها میرسد دنیا میرسد حضرت فرمود که گفت صبح انما موعدهم الصبح وعده عذابی نه صبح هست حضرت فرمود تا صبح این جانی ها را میگذارید فرشتہ فرمود علیہ الصبح بقریب مگر صبح نزدیک نہیں همین روزه پشت سر شب میاد صبح نارا خدا داغون میکند و میگذارد اللہ تعالی میفرماید فلما جاء امرنا نجعلنا عالیها سافلها پس آمد حکم عذاب ما قرار دادیم بالای این کریها را پایین این کریها همین جبرائیل بلا کم تو خالی بالا را ما پایین قرار دادیم بالا این کریها را پایین کریها قرار دادیم پایین را بالا بردیم تنها بین بس نشد و امطرنا علیهم حجارة من سجیل و بارانی دیم بر اینها سنگی از سجیل که از گل ساخته شده بود سنگهایی که از آجرها جدا میشن و منزود اون هم پی در پی بودن سنگ می آمدن و مصومتا عند ربک نام و نشان هر خبیث روی اون سنگ نوشته شده بود می آمد میرن باز میگه اول سنگ باری بعد زمین زیر رو شد باز میگه نه زمین اول زیر رو شد این سنگ از همین بالا می آمد همین شد 100 متر زمین را سوراخ میکرد و داخل زمین بر ظالم میخورد اونجا اون داخل میکرد یک سهی هم و ما هی من الظالمین ببعید و این کاریهای سرنگوشیده میها از مشرکین مکه دور هم نیست در مسیری که به شام میرن این کاریهای سرنگوشیده را میبینه آب سیاهی هست یا میتش میگن جای کریها که دیگه هیچ موجودی اونجا نمیتونه زندگی حتی مگس میگن دریای میتش میگن قصه ششم متعلق با دعوای اول حضرت شعیب علیہ السلام و ما به طرف مدین اعزام کردیم برادر مدینی ها را شعیب علیہ السلام را قال حضرت فرمود یا قوم اعبدوا الله فقط خدا را عبادت کنید چرا که ما لکم من اله غیره ببین انبیاء علیهم السلام دعوتشون اول اثباتی بعد منفی اول اعبدوا الله بمعنی الا الله ما لکم من الہ غیر معنی لا الہ لیکن دعوت رسول اللہ کا آخرین نبی ہے اول نفی ہے بعد اثبات ہے ببینی دعوت رسول اللہ در ابتداء سورہ اللہ تعبدوا الا اللہ ہم انبیاء اول اثباتی میں ہے بعد منفی عبادت مالی جانی جنا خدا رن عبد اللہ فقط خدا را عبادت کنی جانی مالی زمانی و دوم برای که قوم داشت در کل وزن کمی میکردن حضرت فرمود لا تنقصوا المکیال والمیزان کم نکنید کلها را و وزنها را انی اراکم بخیر و من به شما را میبینم به خیری یعنی مالدار سرمایه‌دار و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط و من احساس خطر میکنم در شما عذاب روزی که اون عذاب همه جهان را احاطه میکنه روزی که اون محیط عذابش محیط همه را در بر میگیره
یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، شما تکمیل کنید کیل را وزن را به عدل، کم ندهید به مردم اشیاء و چیزهای آنها را، و فساد نکنید در زمین در حالی که شما فساد کننده باشید. بقیت الله خیر لکم، آنچه خدا باقی می‌گذارد برای شما، حق مردم میدی، هرچی برای شما میماند فایده خیر لکم، برای شما بهتره. این بقیت الله را به صاحب زمان نسبت دادن در قرآن، این تحریف صریح قرآن. حضرت شعیب علیه السلام آنها را میگه کیل و وزن کم نکنید، آنچه را خدا برای شما باقی می‌گذارد بود بهتره. شعیب اینا را گفت بقیت الله برای شما بهتره. بقیت الله لقب مهدی، هر جمعی سن بقیت الله خیلی آخرین سوال بود. شما نگاه کنید تحریف قرآن مگه چی؟ تحریف چی چیزی؟ قطع نظر از تمام تأثرها خدا، پناه خدا از اناد این آیه را برای مهدی حمل کرده. چقدر ظلم عظیمه. بقیت الله خیر لکم، چون ما گفتیم بقیت الله، چون کلینی گفته بقیت الله، لحظه این بقیت الله امونه. ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید لحظه برای آنچه خدا باقی می‌گذارد اتفاق کنید. و ما انا علیکم بحفیظ، حدیث پیغمبر، من بر شما حفیظ نیستم که جبران شما را خلاص کنم از عذاب خدا. خلاصه قوم شروع کرد، قوم تنصر کرد، قالوا گفتن یا شعیب الصلواتک تأمرک، آیا همین قصد که نماز پیغمبر خیلی نماز میخواد، همین نماز تو هست که به تو دستور میدهد که ما رها کنیم آنچه را که آبا و اجداد ما عبادت میکردند، یا اینکه انجام بدیم در اموال خود، رها کنیم ما یعبد آباؤنا را، اور رها کنیم عملی را که در اموال خود مطابق میل خود انجام میدیم. عجیب، این نماز به دستور میده. الصلاتک تأمرک ان نترک، ما رها کنیم ما یعبد آباؤنا، آنهایی را که آبای ما عبادت میکردن. این نماز به دستور میده که ما آنها را ترک میدیم. و این نماز تو است که به شما دستور میدهد که ما عمل کنیم در اموال خود، ترک بدهیم عمل را. ان نفعل بر نعبدها، ترک بدهیم اعمالی را که در اموال خود انجام میدیم مطابق مشیت خود ترک بدیم این اعمال را. و جمله را به معنی مصدر میکند، من همینطور معنی میکنم، من ترک بدهم عملی را که ما در اموال خود انجام میدیم مطابق میل خود، این عمل را ترک بدیم. این نماز به دستور میده. انک لانت الحلیم الرشید، خیلی بردباری، خیلی عاقلی. این استعداد مذکور به حضرت شعیب علیه السلام. جواب شعیبی، قال حضرت شعیب فرمودند ای قوم خبر بده شما اگر من باشم روی یک دلیل استوار از جانب ربم و من رزقم داده باشد از جانب خودش، رزق حسن، رزق حسن مراد نبوت، من مأمور توحید و عدلم و من اراده نکردم که مخالفت شما بکنم و بروم به طرف آن اعمالی که شما را نهی از آن میکنم. شما را بگم که کیل و وزن تکمیل بدهید و خودم خلاف کنم، همچنین اراده ای ندارم. ما اريد ان اخالفكم، من اراده ندارم مخالفت شما را، و در حالی که خودم بروم به طرف آن ذاهبا الی ما انهاکم عنه، و خودم برم عمل بکنم آن چیزی را که شما را از آن نهی میکنم. یعنی شما را بگم کیل و وزن را تکمیل کنید و من نکنم. من از این سخنرانی ها، از این وعظ ها، ارشاد ها
اصلاح شما را در نظر دارم و ما اريد الا الاصلاح ما استطعت. من دیگه تصمیمی و دیگه اراده ندارم مگر اینکه شما را اصلاح کنم، هم اعتقاد شما اصلاح بشود و هم اعمال شما اصلاح بشود. این اخلاق زشت که حق مردم را کم میدید، این که از نظر اخلاقیات خیلی بیشتر کم دادن حق مردم. وقتی من اندازه‌ای که توانایی داشته باشم من در اصلاح شما کوشش میکنم، باقی توفیق من در عمل و در اصلاح نیست مگر با خدا. خدا اگر به من توفیق بده و ما توفیقی در عمل و در اصلاح الا بالله مگر با قوت خدا، چونکه اصلاح در اختیار رئوس نه در اختیار من، در اختیار من نیست. علیه توکلت، من فقط بر الله اعتماد کردم و به طرف اون الله انابت میکنم در تمام امور. ترهیب و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، او قوم من برانگیخته نکند شما را اختلاف من که با من مخالفت دارید، برای این که برسد به شما مثل آن که رسید قوم نوح را، قوم هود را، قوم صالح را. و ما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط هم از شما دور نیستن. ببینید چطور کنار شما اللہ تعالی اونها را داخل کرد و گذاشت. این هم در همون اردن امروزیه. این قوم لوط هم اونجا بود، حضرت ابراهیم هم اونجا بود، شعیب علیه السلام هم اونجا بود. این مخالفت من شما را برای عذاب آماده نکرده. سبحان لا یجرمنکم، برانگیخته نکند شما را مخالفتی که با من دارید به این مطلب که برسد به شما مثل آن که رسید به قوم نوح و قوم هود و قوم صالح. و قوم لوط هم نیست از شما دور، از نظر زمان هم دور نیست، از نظر مکان هم دور نیست. همین نزدیک های شما قوم لوط را الله تعالی زیر و رو کرده و کریه های سرنگون شده او هم نزدیک شما هست. لذا کامیابی میخواهید استغفروا ربکم، آمرزش از رب خواهید. سبحانه که بخشنده رب است و رجوع هم به طرف رب خود بکنید. رب من بسیار مهربان و بسیار محبت کننده است. ودود معنی محبت کننده. شما رجوع کنید و شما را بی‌بزیر مهربانه و با شما محبت میکنه. من از تبلیغ به ذریعه رو قال یا شعب ما نفقه کثیر مما تقول، ما نمیفهمیم آنچه که شما میگید، بسیار از آنچه که میگید در فهم ما نیست، در خور درک ما نیست. خیلی متکبرانه حرف میزنید، ما اصلا متوجه نمیشیم از حرفایتون. ای خدا، اون یکی به من میگفت صدایت در کمی پایین‌تر کن که تمام کرها بشکن. خیلی ناراحت شد. صدا را پایین‌تر کنم تا کرها بشکن. یک تنزیه. فما نفقه کثیر مما تقول، ما نمیفهمیم بسیار از آنچه که تو میگویی. و انا لنراک فینا ضعیفا، و ما تو را در میان خود من خیلی ضعیف و ناتوان میبینیم. ولولا رحمتک لرجمناک، اگر رحمت تو فامیل تو وجودی نمیداشت تو ما رد میکردیم. بخاطر فامیل تو را احترام نمیگذاریم. فامیل تو فامیل مؤسسیه، قبیله مؤسسی داری. این رحمت تو هست که ما را مانع شده، ورنه رد میکردیم. لولا رحمتک موجوده، اگر رحمت و فامیل تو وجود نمیداشتی فامیل مؤسسه تو ما تو را رد میکردیم. و ما انت علینا بعزیز، تو هم بر ما خیلی گران نیستی، صاحب عزت نیستی، غالب هم نیستی. عزیز دو معنی دارد، عزیز نیستی و صاحب قوت هم نیستی و نابود میکردی. حضرت را خیلی ناراحتی گرفت. فرمود یا قوم ارهتی اعز علیکم من الله، من که رسول خدا هستم، رهت من عزیزتر معززتر بر شما از خدا. خدایی که واتخذتموه، شما اتخاذ کرده دورا پشت سرتان، وراکم اون طرف به پشت سر، یعنی هیچ توجه به الله نداری.
فقط قوم را میبینی، الله را نمیبینی، الله کریم را نمیبینی. اتخاذ کرده اید قوم خود را و اتخذتموه، قوم را شما اتخاذ کرده گرفتید شما الله را، ضمیر خوب طرف الله اتخاذ کردید اون الله را، وراکم اون طرف خود، پشت سر، در حالی که الله پشت سر یعنی هیچ توجهش به الله نداری. ان ربی بما تعملون محیط، رب من به آنچه شما عمل میکنید حق کردید، اعمال شما در حیطه قدرت خدا، هرچی الله میخواد میشه. آخرین جواب یا قوم اعملوا علی مکانتکم، قوم شما بر جایگاهی که دارید عمل کنید، من هم عاملم. ان قریب شما میدانید اون آنهایی را که میاد در آنها عذابی که رسوا میکند عذاب آنها را، و آنها را که خاصبند، آنها را که عذاب رسوا کننده برایشون میاد هم شما میدانید، و آنها را که خاصبند هم شما میدانید که منم یا شما هستید. ان قریب مدت کوتاه منتظر باشی برای عذاب خدا که من هم با شما منتظرم. اللہ تعالی میفرماید لما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، وقتی امر عذاب ما آمد نجات دادیم شعیب را، آنهایی را که ایمان آورده بودند همراه با شعیب با رحمت خاصی که از جانب ما بود، و گرفت آنهایی را که ظالم بودند از صیحت و صدای جبرائیل از پایین، فاصبحوا فی دارهم جاثمین، گشتن صبح در خانه‌ها روی زانوها افتاده و مرده. جاثمین به معنی روی زانو افتاده مرده. کأن لم یغنوا فیها، گویا که اقامت نداشتن در این قریه ها، هیچ موجودی باقی نماند، تمام قبل دلهای اینها پاره شدن، قلبشون شگاه. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، خبردار دوری و لعنت باشد برای مدین چنانچه که دوری و رحمت بود برای ثمود. همان دوری از رحمتهای الهی برای مدین باشد که بعد کما بعدت ثمود، چنانچه که قبیله ثمود دور شد از رحمتهای الهی. قصه هفتم متعلق با دعوای سوم. دعوای سوم اینه پیغمبر شما رسول خدا هستید، در این مسیر مشکلات و شدائد میآید، شما تحمل کنید. همانطوری که موسی کلیم در این مسیر که رسول خدا بود مشکلات را، شدائد را چطور تحمل کرد و آخر به کامیابی رسید، شما هم باید مشکلات را، شدائد را تحمل کنید تا که به کامیابی برسید. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تحقیق ما اعظم کردیم موسی کلیم را به آیاتنا، با معجزات، و سلطان مبین و با غلبه آشکارا. به کجا اعظم کردیم؟ الی فرعون و ملئه، حماقت فرائض، فاتبعوا امر فرعون، همه فرائض اتباع کردن دستور فرعون را، و نبود دستور فرعون به رشید راست و درست و سالم. قیادت می کند قومش را فرعون روز قیامت، پس وارد می کند همه آنها را در جهنم، خودش اول و پشت سر اونها، همانطور که در دریای سرخ قیادت می کرد همینطور قیادت می کند، همه را وارد جهنم می کند. بئس الورد المورود، خیلی بده جایگاه آنهایی که وارد کرده می شوند، ورود آنهایی که وارد کرده می شوند. ورود خیلی بده ورود آنهایی که در جهنم وارد کرده می شوند. و اتبعوا فی هذه لعنتا، به دنبال فرائن کرده شد در این دنیا لعنت. همه میگن فرعون لعنتی، همه میگن. و یوم القیامت، و قیامت هم لعنت به دنبال اینها هست. بئس الرفد المرفود، خیلی بده امداد آنهایی که امداد کرده می شوند. امداد این تمسخره، آن به معنی کمک، یعنی کمک و امداد، و مرفود و معنی آنهایی که امداد کرده می شوند، یعنی کمکی که به این فرائض میشه در جهنم کمک خیلی بدی. بئس، خیلی بده
انعام و کمک آنهایی که انعام کرده میشوند. انعامی که نمیشن مقصد اهانته، مقصد استهزاء که الله سبحانه و تعالی میفرماید. ذالک من انباء القرى، جمله معترضه برای صداقت رسول صلی الله علیه وسلم. این اخبار کریه های تباه شده را نقصه علیک، ای محمد ما بر شما بیان میکنیم. منها قائمون، بعضی از آنها هنوز ثابت هستند و مردم توشون زندگی میکنند و بعضی ها دروغ کرده شدن، حسیدن قلع و قمن، فقط کلاهای سرنگون شده هستند خود ساکن ندارند. بعضی از این قریه ها قائمن روی ستونا و سقفها و بعضی ها قلع و قمن، حسید و قلع و قمن، خرد و خمیره، همونطوری که مزرعه را انسان منگال میزنه، کره میزنه، همونطوره. بعضی ها قائمند و بعضی ها دروغ تگن، دروغ کی میمونه خرد و خمیرند و افتادن زیر دست و ما ظلمناهم، ما ظلم نکردیم بر آنها که بدون جرم مجازات کنیم، ولکن ظلموا انفسهم، لیکن آنها ظلم کردن با جانهای خود به خاطر شرک. اونها هم به دم خود فریاد رس و دادرس درست کرده بودند و مشکل گشا دفن کرده سر آنها معبودان آنها، اون معبودانی که آنها را صدا می زدن غیر از خدا هیچ چیزی را. وقتی آمد امر رب عذاب، امر رب تو یعنی امر عذاب رب تو، و اضافه نکردن این معبودها با عبادت خود برانها غیر از تباهی و بربادی، تطویب، خاری و ذلت، تباهی و بربادی. این ندای معبودها و این معبودها برای آنها غیر از تطویب دیگه چیزی را اضافه نکردن، غیر از هلاکت، خاری، ذلت. و کذالک اخذ ربک، به همین کیفیت که بیان کردیم، مثل ذالک گرفت رب تو هست وقتی بگیرد یک اهل قریه ای را، در حالی که اون اهل قریه سالم باشد. به تحقیق گرفت رب تو علیم شدید، هم بسیار درددهنده است و سخت هم. ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الاخره، در تمام این داستانها آیه و نشانی عبرت آموز ہے برای کسانی که می ترسن از عذاب آخرت. ذالک یوم مجموع له الناس، این روز آخرت روزی هست که جمع کرده می شوند در آن روز مردم برای آن روز جمع کرده می شوند، اولین و آخرین. و این روزی است که حاضر کرده می شوند، روزی است که مشهود فیه الخلائق، احضار کرده می شوند در آن روز مخلوقات و الله تعالی حساب و کتاب می گیرد. یوم مشهود، روزی است که احضار کرده می شوند الناس فیه، در آن روز. و ما نؤخره، و این روز خطرناک قیامت را ما مؤخر نکرده الا لاجل معدود، مگر برای یک مدت معینی، تا اون مدت معین بعدی مؤخر میشه. تقریبا یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، روزی که اون قیامت می آید کلام نمی کند هیچ نفسی مگر به اذن رب سبحانه و تعالی، هیچ کسی نفس نمی کشه مگر رب اجازه بده. پس بعضی از این انسان ها شقیند و بعضی ها سعیدند. انسان هایی که شقیند خدا نجات بدهد، در آتش جهنم قرار دارند. برای آنها در این آتش جهنم زفیر جیخ است و شهیق و شهیق فریاد. زفیر آواز شدید را میگن، اول صدای خر را زفیر میگن و آخرش را شهیق میگن. شما میدانید خر وقت شروع میکنه به صدا دادن، لابه ها صدا میدنه، اول صدا را بلند میکنن، بعد به هش 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 بس میکنن. صدای بسیار بلند اوله زفیره و آخر مثل خر صداش کم 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 میشه. ندیدی؟ شما چی میدانید؟ خر که شما ندید.
زفیر صدای بلند و شهید صدا که آخر ضعیف میشه. خالدین فیها ما دامت السماوات، ہمیشہ میمانند در اون جہنم تا زمانے کہ آسمان و زمین دوام دارن، الا ما شاء ربک، مگر آنچه که رب تو بخواهد. رب چرا میخواهد؟ دوام آنها را، رب اخراج آنها را نمیخواهد. اینجا معلق کردن اجری ذالک علی عادات العرب فی الاخبار، از دوام شریعت تا زمین و آسمان حتما اینطور میکنن، یعنی برای همیشه عادتا همینطور میگن تا زمین و آسمان حتما یارت کنن، من ایشه علی دوام یارت کنن، انقطاع نمیشه یاری بین تو و من. این هم همینطور اللہ تعالی میگه تا زمین و آسمان هستی نه توی هست. حالا تو زمانی که قیامت میاد نه زمینی هست نه آسمانی. این مطابقه مگر آنچه خدا بخواهد. پس هرچی خدا میخواد اللہ تعالی دیگه جای گفته دوام در جهنمه، مگر آنچه که رب تو بخواهد و آنچه که رب میخواد دوام در جهنمه یا ازدیاد عذابه. ان ربک فعال لما یرید، ربت علت برای ما کن، انجام دهنده آنچه اراده میکند هست. و اما الذین سعدوا، و آنهایی که سعادتمندند، اللهم اجعلنا منهم، در جنت همیشه من تو جنت تا زمانی که دوام دارد آسمان ها و زمین، مگر آنچه رب تو بخواد. رب دوام خلود را در جنت میخواد، حالا جنت همیشه می. این عطا غیر مجدود، داده میشوند اینها عطایی که اصلا قطع نمیشه، عطایی که اصلا غیر مجدود یعنی غیر منقطع. متعلق با دعوای چهارم که در این مسیر مشکلات کی می آیند، لازم شما تحمل کنید. شدائد می آید، شما تحمل کنید. نباش در شک از آنچه که پرستش می کنن اینها، یعنی شما شک و تردیدی نداشته باشید از معبودان باطل اینها، یعنی باطل هست، در باطلی اینها شما تردیدی نداشته باشید. اینها عبادت نمی کنن در حقیقت الا مگر همانطور که عبادت کردن آبای اینها قبلا بلا دلیل، اینها هم بدون دلیل عبادت میکنن، مدرک برای عبادت غیر الله ندارن، برای سجده و خواندن غیر الله، برای نظر غیر الله مدرکی ندارن. و انا لموفوهم نصیبهم، و بدرستی که ما کاملا پرداخت میکنیم بینها سامین آرد نصیبان آرد، در حالی که غیر منقوص هست، هیچ نقصی در آن نمیاد. تسلی هست. الله سبحانه و تعالی به پیغمبر علیه السلام تسلی میدهد و جواب یک سوالیه. میگفتن اگر تو پیغمبر خدای چرا کتاب را مکتوب و دفعتا نمیاری؟ الله تعالی میگه این سوال هم پوچه. ما به موسی کلیم کتاب را دفعتا دادیم، باز هم در او اختلاف کرد. ولقد آتینا موسی الکتاب، ما دادیم به موسی کتاب را دفعتا، فاختلف فیه، باز هم اختلاف کردن در آن کتاب دفعتی هم. اگر کلمه سبقت نمی کرد از رب تو، البته برای تأخیر عذاب اینها تو فیصله کرده می شد عملا بین اینها فوری عذاب می آمد. با وجود قیام دلائل انهم لفی شک منه مرید، اینها در یک شک استراب کننده و عظیمی هستند از عذاب خدا، از عذاب موعود خدا. با وجود قیام دلائل هنوز هم درباره عذاب خدا شک و تردید دارند. و به تحقیق همه اینها البته وقتی که خدا مبعوث می‌کند، لما یبعثهم، ببینید لما کلمه شرط است و شرط محذوفه، یبعثهم لیوفینهم ربک اعمالهم جزائه. به تحقیق همه اینا هنگامی که حشر می‌کند الله آنها را، البته کامل پرداخت می‌کند به آنها رب شما جزای اعمال آنها را، اعمال آنها را به آنها پرداخت می‌کند، این جزای اعمال را به آنها پرداخت. چرا؟ انه بما یعملون خبیر، الله تعالی به آنچه اینها عمل می‌کنند خبر دارد، هر کسی را مطابق اعمال او جزا می‌دهد.
فاستقم تسلی برای پیغمبر اصول کامیابی شما استقامت کنید همانطوری که به شما ماموریت داده شده است و من تاب معک آنهایی که با تو رجوع کردند به طرف خدا از کفر و شرک برگشتند و با تو رجوع کردند به طرف خدا آنها هم استقامت کنند ولا تطغوا طغیان نکنید از دایره دین بیرون نروید انه بما تعملون بصیر الله تعالی بیان که شما عمل میکنید بصیره. خب امر اول فاستقم کما امرت و من تاب معک دستور ولا تطغوا از دایره دین تجاوز نکنید انه بما تعملون بصیر. حکم سوم لا ترکنوا الی الذین ظلموا میل نکنید به طرف ظالمین که فتمسکم النار آتش جهنم شما را میگیرد. به طرف کفار یک ذره میل نکنید به طرف مشرکین یک ذره میل نکنید. امروز این همکاران گوش و بلر شهرون را بگید لا ترکنوا الی الذین ظلموا که فتمسکم النار همون آتشی که بوش را میگیرد شما را هم میگیرد. و ما لکم من دون الله من اولیاء نیست برای شما مومنین غیر از خدا هیچ دوست و رفیقه. ثم لا تنصرون ترقیه نفهمات شما نصرت هم کرده نمیشوید اگر رفتید با دشمنان و با ظالمین میل کردید اون ظالمین هرگز دوست شما نمیشن. نیست برای شما در آن وقتی که میل کردی به طرف ظالمین غیر از الله هیچ دوست و رفیقی. اولیاء جان دوست و رفیقی. ولا ثم لا تنصرون بعد از این که شما با کافرها همکار و هم دست شدید نصرت کرده نمیشوید و نمیشن نصرت. یک روزی بود شوروی آمد یارهای زیادی داشت در افغانستان آخر را خدا مجبور کرد یارهایش بدون یارمان در خودش را تعداد از یارها با رسید شدن در جهنم. دیگر کامیابی دیگر بیانم را اقیم الصلاة اقامه کنه پیغمبر نماز را در دو طرف روز صبح هست ظهر و عصر و زلفا من اللیل و قسمتی از شب مغرب و عشاء. ان الحسنات نیکی ها از بین میبرند سیئات و گناه های صغیره را ذالک ذکر للذاکرین این قرآن نصیحتی هست برای نصیحت گیران. این قرآن این دستورات اینها نصیحتند برای ذاکرین. دوم تسلی برای پیغمبر اخلاق اونجا در اعمال گفت و اینجا در اخلاق واصبر صبر بفرما بر ایذای خلق. چرا؟ فإن الله لا يضيع اجر المحسنین هرگز الله تعالی ضایع نمی‌کند مزد نیکوکاران را. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیة سبحان الله ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا. لولا نفیه نبوده از ملت ها قبل از شما صاحبان عقل اولو بقیت صاحبان فهم و عقل بقیه عقل را میگن فهم صاحبان عقل و فهمی که نهی بکنند از فساد در زمین از کفر و شرک و خود هم من کرده می شوند نبودن الا قلیل مگر خیلی کم قبل هم از شما. فلولا کان من القرون من قبلكم نبوده ملت ها در کرنا قبل از شما صاحبان فهم و عقل که نهی از فساد کنند کفر و شرک در زمین و خودشان هم از فساد دست بکشند الا قلیل مگر خیلی کم. از آنهایی که ما نجات دادیم آنها را همونا بودن کمی با حضرت هود همراه بودن با حضرت لوط همراه بودن با حضرت لوط که غیر از دختران کسی نبود
مگر خیلی کم، الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فی، اتباع کردن آنهایی که ظالمند اون ناز و نعمتها را که خوشحال شده بودند در آن ناز و نعمتها، اون امکانات دنیوی را که اترفوا فیه خوشحال کرده شده بودند در آن نعمتها، و کانوا مجرمین بودن آنها جرائم پیشه و به خاطر جرم آنها نابود شدند. و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مسلمون، نیست رب تو هلاک کننده قرا، اهل قرا را ناحق ظلما در حالی که اهل اصلاح کننده باشند. اهل قرا اصلاح کنند الله تعالی هلاک نمی کند، لیکن اهل قرا فساد کنند الله تعالی نابود می کند. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحده، اگر میخواست رب تو قرار میداد انسانها را یک امت، لیکن به وجه چند حکمت این چیز را الله تعالی نخواسته. ولا یزالون مختلفین، همیشه میمانند این انسانها در توحید و رسالت با هم اختلاف میکنند، الا بمعنی لکن آنهایی که رب تو بر آنها رحم کند و آنها را از اختلاف در توحید و رسالت حفاظت کند. ولذلك خلقهم، برای همین اختلاف و ابتلا الله تعالی انسانها را خلق کرده که یک عده مومن و یک عده کافر با هم در دنیا درگیر، در آخرت فیصله بشه. و تمت کلمت ربک، چرا اختلاف میکنن یک عده کافر یک عده مومن؟ که کامل شده از کلمه رب تو، ثابت شده کلمه رب تو. چیه کلمه رب؟ که لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، حتما پر میکنم جهنم را از جن و انس تمام. و کلا نقص علیک، آخر نتیجه گیری داستان همه این کاریهای سرنگون را بیان کردم من الله بر شما. من انباء رسول بیان کلا، همه این اخبار رسول را من بیان کردم بر شما. این ما بدل از کلا، و من انباء رسول این بیان هست مقدم از ما، بیان مقدم از ما. حالا من اینطور مانم گوش کنید، همه این اخبار انبیاء را بیان کردیم بر شما، نثبت بی فؤادک، تثبیت میکنیم ما با این اخبار قلب مبارک شما را. کلن مبدل من هوه، ما بدله و من انباء الرسول بیانه برای ما. همه این، حالا من اینطور معنی میکنم، همه این اخبار رسول را بیان کردیم بر شما، نثبت به فؤادک، تثبیت میکنیم با این اخبار دل مبارک شما را. و همچنین جاءک فی هذه الحق، آمده در این درد من داستانهای قرآنی حق پیش شما آمده، و موعظت و نصیحت های نرم کننده دل هم آمده، و یاددهی های برای مومنین که مومن تو بر ایمان ثابت قدم بمان که نجات میکنه عذاب دنیا و آخرت، کافر به عذاب دنیا و آخرت میکنه. آمده پیش شما در این اخبار قرآن، در این قصص های قرآن، در این انباء قرآن حق و حقیقت، موعظه نرم کننده دل و نصیحت و یاد دهنده برای مومنین آمده. و قل للذین لا یؤمنون، در آخر بگو برای آنها که ایمان نمیارن، با وجود حجج قاطعه ایمان نمیارن، به آنها بگو که اعملوا، عمل کنید بر حالی که شما دارید که انا عاملون، ما هم بر حالت خود عاملیم. و انتظروا، شما منتظر عذاب باشید که ما هم با شما منتظر نجات و عذاب شماییم، منتظر خیش و منتظر عذاب شماییم. در آخر سوره
خلاصه کرد مضامین سوره. به خدا اختصاص دارن غیب‌های آسمان و زمین. و الیه یرجع الامر كله، به خدا ارجاع داده میشن تمام امور، یعنی متصرف در تمام کار الله است. الله غیب دان است، الله متصرف در تمام امور. لذا وظیفه شما برای این الله، این دلیل الله غیب دانه، الله متصرف در اموره، لذا شما چکار کنید؟ فعبده، فقط عبادت کنید دورات جانی مالی زبانی، و فقط اعتماد کنید بر آن. فقط الله متصرف در امور است، الله غیب دانست، فقط او را عبادت جانی مالی بکنید و فقط اعتماد بر او داشته باشید از مصائب نهراسی. وما ربك بغافل اما تعملون، رب شما بیخبر نیست از اعمال شما. پس در آخر سوره کاف گفته خاتمت التورات خاتمت الهود، همین آیت در تورات، در آخر تورات همین آیه هست که در آخر هوده، یعنی در آخر تورات همین مضمون است که لله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر كله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. رب غافل نیست از اعمال شب و روز شما. خلاصه سوره را بیان کرد. الله غیب داند، الله متصرف است، لذا فقط او را عبادت کنید و برای تحمل مشکلات لذا بر او اعتماد کنید. رب از اعمال شما خبر دارد، آنهایی که برای خدا باشند خدا در آخر کار آنها را نجات می‌دهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.